حيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد به نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه در پناه الله متعال شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. من خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب علی هستم. سلامت باشین. تشکر از شما. بینندگان عزیز، طبق روال معمول سالها را از برنامه را از سوالایی که از طریق SMS فرستادین آغاز میکنیم و همچنین لطف کنید که سوالا را آماده داشته باشین تا وقتی که شماره زیرنویس شد تماس گرفتین سوالا را به صورت کوتاه و مختصر داشته باشین. جناب مولانا بیننده پرسیدن کسی که پریود بشه و روز چهارم پاک بشه آیا روز پنجم باید غسل انجام بده و اگر روز ششم پاک بشه باید روز هفتم غسل انجام بده؟ آیا این درسته یا نه همان روز باید غسل انجام بده؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. احکام زیادی در مورد زنان هست که وابسته به حکم عادت ماهیانهشون هست و یکی از این موارد حکم روزهشون هست و حکم نمازشون که از نظر شرعی بر فردی که در حالت عادت ماهیانه باشه خواندن نماز و روزه گرفتن از نظر شرعی جایز نیست و معیار عادت ماهیانه وجود خون هست. یعنی وقتی که خون ریزی شروع شده باشد از آن لحظه این زن در عادت ماهیانه شمرده می شود و نماز و روزه در این حالت بر اون فرض نیست و به محض این که پاک شد در هر روزی که پاک شد، به طور مثال الان بعد از نماز ظهر پاک شده تا وقت نماز ظهر عادتش ادامه داشته، الان وقت نماز عصر پاک شده، برای نماز عصر از نظر شرعی باید غسل بکند و نماز عصر بر اون واجب هست. نماز عصر بر اون واجب هست، باید غسل بکند و نماز عصر را، مغرب را و بقیه نمازها را بخواند. یعنی به محض این که مطمئن شد که پاک شده و عادتش تمام شده از نظر شرعی باید غسل بکند و نماز خودش را سر وقتش بخواند. اما آن روز را روزه گرفتنش دیگه معنی نداره چون که در ابتدای روز عادت ماهیانه داشته و بالفرض اگر کسی بعد از نماز فجر این عادت ماهیانه شروع شده باشد یا حتی اگر کسی فرض کنیم که قبل از مغرب هنوز اذان نگفته، غروب نشده، کسی عادت ماهیانه شروع شد، این روز دیگه روزش محسوب نمی شود. اگر قبل از غروب خانمی عادت شروع شد این روز روزش حساب نمی شود. اگر کسی قبل از فجر پاک شد باید فوراً غسل بکند و روزه فرداش رو حتما باید بگیرد و روزی رو که در آن عادت ماهیانش تمام شده در همان روز باید غسل بکند و نمازش رو بخواند و روزش رو از فردا آغاز بکند. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که من سال گذشته نتوانستم روزه بگیرم چون که حامله بودم. این خواهری هستن و گفتن امسال هم بچم شیر میدم، حکمش چیه؟ فدیه بدم و بعدا روزه بگیرم؟ نه، فدیه ندن، اینا صبر بکنند ایشون تا وقتی که بچهشون به اندازه‌ای برسند که بتونن تغذیه بکنند از غذا و مواد دیگر و بتونند روزه بگیرند، بعد از آن روزه بگیرند. یعنی فدیه ندهند برای زنی که
عذرش یک عذری هست که از بین خواهد رفت، موقتی هست، به طور مثال مانند بارداری یا مانند شیر دادن بچه، در صورتی که اگر روزه بگیرد به بچه ضرر و زیانی میرسد، غذای مکملی هم وجود ندارد. در این صورت از نظر شرعی زن مجاز هست که روزه نگیرد، روزه رو به تأخیر بیاندازد برای بعد از رمضان، تا زمانی که شما فرصت روزه گرفتن دارید و توان روزه گرفتن رو خواهید یافت. فدیه دادن برای شما درست نیست. فدیه برای کسی هست که به صورت کلی از روزه گرفتن ناامید شده و بیماریش یک بیماری مستمر هست و به این زودی احتمال شفا ندارد و چنین کسی میتواند که فدیه بدهد. اما برای کسی که عذرش به زودی مرتفع می شود، حکم شرعی این است که صبر بکند، هر وقتی که توانست باید روزه بگیرد. جزاکم الله خیر. تماس بیننده آماده است. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. من از بینندگان خواهش میکنم که وقتی تماسشون بحث شد لطفاً به صحبتون ادامه بدین و منتظر نباشین صداتون از طریق تلویزیون پخش بشه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. اگر سوال داشتم بفرمایید. بعد نماز خفتن 1 ساعت یا 20 ساعت نماز نخود همه سوال نه باید سوال دیگه. نه این سوالتون رو نفهمیدم، صداتون پایین بود. بعد از خفتن؟ بعد از نماز خفتن بله 1 ساعت یا 2 ساعت نماز نخود همه. یعنی بعد از 1 ساعت بعد نماز خفتن نماز تراویح بخوانید منظورتونه؟ ها بعد نماز تراویح میگن نماز نخود همه نه. یعنی بعد از نماز تراویح گفتن نماز نخوانید؟ بعد از خفتن 1 ساعت نماز نخود نماز نفل نخوانید. بعد از 1 ساعت نفل نخوانید؟ بخونی اگر خونی اگر یعنی بلافاصله بعد از خفتن نخوانید منظورتونه؟ اینجوری گفتن به شما؟ نه شما نفهمیدم. بعد از نماز نخل بعد از نماز تراویح 1 ساعت پس نماز نخل خوندم میشه. انشالله پاسخ دریافت می‌کنید. سوال بعدیتون؟ سوال بعدی ممکن بعد از رمضان بعد بیام روزه کس روز خودم رو نگیرم نه. صداتون خیلی پایین متاسفانه، اگر لطف کنید بلندتر صحبت بکنید و آرامتر. بگو که بعد از نماز بعد از رمضان بله بیام روزه آدما نگیرم 6 روز درباره همین کلمه گفته. یعنی روزه شوال منظورتونه؟ نه بعد نماز بعد از رمضان روزه 7 روز؟ 6 روز 6 روز بله درست. روزه 6 روز شوال دیگه. سوال دیگه دارین؟ بعد که خود رو فرسکا کردم میتونه چیزن فرسکای نیتاری چیز میکنن آدمون میتونه. بازم صداتون قطع، یعنی داره قطع وصل میشه، خوب واضح نیست. دوباره بپرسین. قاش که آدما فرسکا میکنن کو چیزن نیست قاش فرسکا کردن میتونه. متوجه هستین شیخ؟ کلمه تر بگین، یعنی شمارده تر. کاش چی است؟ کاش کردن؟ ابرو کندن ابرو درست. کشیدن میکنه کراسکا کردن میکنه. کندن ابرو دیگه بگین، حکمش توضیحات کلی بدین. تشکر از شما، انشالله پاسخ دریافت میکنید. کاش که ابروی که تو کراسکا بکنه همه ممکن است. سوال انشالله فهمیدیم و پاسخ میدیم انشالله به شما. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. من موقعی که نماز میخونم، مثلا وقتی که نیت میکنی که نماز میخونم، همین الله اکبر که میگیم کلا الله اکبر باید کامل بگیم یا همین که میگیم الله اکبر درسته دیگه نماز آدم که نیت میخونه؟ یعنی به صورت چون که سریع میگوین منظورتونه، شک دارین؟ آره وقتی که نیت میکنی میگی نیت کردم نماز بخونم 4 رکعت نماز فرض نماز دیگر حاضر بر و آوردم به قبله ایجاد خانه کعبه الله اکبر. درسته. اینو کامل بگین یا فقط الله اکبر بگین؟ منظورت اینه؟ بله. این نیت بر زبان آوردن دیگه، بیشتر توضیح. سوال دیگه هم دارین؟
نه خیر ممنونم. تشکر از شما. نماز خدا نگهدارتون. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. ما نماز و روزتان قبول باشد. سلامت باشین، جزاک الله خیر. بفرمایید. سوالی داشتم. موقعی نماز میخونم تو شک میفتم، به جای 4 رکعت خیال کردم 5 رکعت خوندم. درست. ببینم آیا نمازم درسته یا نه. اگر 5 رکعت خونده باشم نمازم درسته. درست. سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه ندارم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. از افغانستان به تماس شدیم. دوستان زینت دادن مسجد آیا ثواب داره یا نه؟ صداتون خیلی پایینه، اگه بلندتر صحبت کنید. زینت دادن مسجد ثواب داره یا نه؟ مثلا خنده و کوشش اینا در مسجد ثواب داره یا نه؟ زینت دادن مسجد. سوال دیگه هم دارین؟ نه دوستان بگو خواهش میکنم سرکار در ما دعا کنم. شما خوش خدا. سلامت باشین. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید من 3 سوال داشتم. سوال اولتون؟ برای چه زن به چه حد جایزه که مو بدن خود مقابل زنای دیگه نمایان کنه؟ موهای خود را؟ مردای محرم، برادر و پدر و موهای خود را؟ آره مو و بدن. درست. سال بعدی؟ سال بعدی هم آیا اشکالی داره که دختران مجرد یا زنان متأهل در خانه وقتی میخوام برم خونه فامیل آرایش کنن؟ سال بعدی؟ و سال بعدی هم که آیا از نظر دین اسلام اشکالی داره که چند خانواده مثلا چند تا برادر توی یه خونه با هم دیگه زندگی کنن و یا سر یه سفره با هم غذا بخورن؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه من خیلی ممنون. خدا نگهدار شما. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. یک سوالی داشتم. بفرمایید. همی به حساب برای بچه خود که خدا میده همی آزان دادن بگویش از چی رقم جایزه یا ناجایزه؟ سوال دیگه هم دارین؟ به حساب شرعی. نه تشکر. انشاءالله پاسخ دریافت میکنید. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. میخواستم میشه از آقای عبدالقدوس درخواست کنم که راجع به این احاطه خداورش. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. یکم بلندتر صحبت بکنید. بفرمایید سوالتون. من خونه نماز میخونم. صداتون خیلی پایینه، یکم بلندتر صحبت کنید. من نماز میخونم، همسایه‌مون آهنگ میذاره، این آواز قطعی به من میاد. این چه کار باید بکنم؟ دینی به پیش من هست باید بهش بگم یا نه که اونم مسلمون نیست؟ درست. الو. سوال دیگه هم دارین؟ نه خیر. سلامت باشین. تماس بعدی. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام، من زینب کدخدا هستم، از ایران زنگ میزنم. من میخواستم بدونم که نماز جماعت زنانه رو میشه برام توضیح بدین؟ درست. نماز جماعت زنانه. بله. سوال دیگه هم دارین؟ نه ممنون، خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم.
روزه و نماز شما انشالله به دربار خداوند قبول باشه. آمین. تشکر از شما. بفرمایید. عرضم به خدمتتان که میخواستم درباره همین چیز بپرسم، پرداخت فطر روزه آیا قبل از وقتش، یعنی اگر دمی دهه اول یا دهه دوم فطر روزه رو پرداخت کنیم چیز است میشه یا نمیشه؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه خیر، همین سوالم بود. بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما. انشالله پاسخ دریافت میکنید. خدا نگهدارتون. سلام علیکم. بفرمایید. السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. یک سوال ما همین که ما تاجیکستان علیه بعد از نماز بعد صداتون قطع بس میشه. صداتون خیلی داره، یعنی فاصله و پایین بالا داره. الو، اگه بلندتر صحبت بکنید متشکر میشیم. بعد از افطار استراحت خوردن افطاری جایز است که نماز صبح هم بخوانیم؟ والله فهمیدین؟ بعد از چه چیزی؟ بعد از افطاری خوردن، بعد از سحری خوردن جایز است که تراویح هم بخوانیم؟ بعد از سحری خوردن تراویح خوندن جایز است؟ سوال دیگه هم دارین؟ بعد دیگه که خواهر مسلمانی ابروها را کلاسکه کردن، یعنی که رنگ سرخ سیاه کردن یا جایز است یا نه؟ سوال واضح بود، انشالله پاسخ دریافت میکنیم. ابروها رو رنگ کردن ابرو منظورشون بود؟ که دکلر کردن نگفت؟ کلا هر چیز درباره ابرو هست باید توضیح بدیم باشه. باری کردن و دکلر کردن و سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام خوبی؟ سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. میگم یک سوال داشتم از مولانا صاحب. بفرمایید، سوالتون ادامه بدین. پول حدود 20 میلیون پول پیش از من خدا برسونه، مغازه شریک بودم امروز. ولی پول دیگر مثل پول وقتی که حساب کرده گفته می پول اگه پیش ما باشه زکات نصف جمع کنه نصف جمع منه. مولانا متوجه هستید؟ ولی باز چرا زکات یا میگردی یا نمیگردی نصف میدونه نصف راست ولی پول میدونه نصف. یعنی منظوره که چقدر زکات بده از این 20 میلیون؟ بله بله. حدود 20 میلیون بالاخره یا بیشتر بده بالاخره. یعنی 20 میلیون اصل سرمایه‌تون بوده، درسته؟ اصل سرمایه گذاشتین 20 میلیون بوده، اما فایده‌تون یعنی مشخصه براتون دیگه چقدر فایده کردین در طول سال؟ فایده مشخص بود. آدم ولی پول نصف زکات کلا پول میده. درست. ان شاء الله پاسخ دریافت می‌کنیم. خود نصب از یا خدا بله مغازه شریک بودم بدون. درست. تشکر از شما. سلام. آخرین تماس بیننده رو بگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید استاد. سلامت باشین. آمین. جزاک الله خیر. سوال شریعتون لطفاً. ببخشید ما ختم جمعخوانی قرآن کریم داریم. بعد از جز که تموم میشه حدود 10 دقیقه من خودم دعا میخونم، خانم ها آمین میگن. آیا این کار من درسته یا نه؟ این یه سوالم. یه سوال دیگه هم خدمت استاد بزرگوار اینه که ما منطقه ما شافعی مذهبه، ولی بعضی مواقع از من سوالاتی میگیرن، من جوابشون فقط به فقه امام شافعی میدم، در حالی که خودم اون کارا رو انجام نمیدم. مثلا قنوت رو نمیخونم، یا مثلا نمازهایی که قبلا فوت شده من به جای اونا سنت میخونم، ولی خانم‌ها اینجا به خصوص ماموستاها میگن که باید حتما نمازها رو قضا کنید. آیا این کار من که خودم این کار رو انجام نمیدم ولی به اونا اینو میگم گناه دارم یا نه؟ خیلی ممنونم استاد. با اجازه خداحافظ. سلامت باشین. خدا نگهدارتون. بینندگان عزیز در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا
تخلى. ابن قیم رحمه الله از شیخ خودش و استاد خودش شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نقل میکنه، میگه گهگاهی ما میرفتیم به استاد و شیخمون سر میزدیم تو زندان. ببینید بحث ابتلا و آزمایش که گفته میشه تو زندان بود. یه عبارت جالبی از شیخ خودش نقل میکنه، میگه من، ابن تیمیه میگه رحمه الله، میگه من بهشت من و جنت من همراه همه. هر کجا برم بهشتم همراه هم هست. اگر منو زندان بکنن، منو به کنج خلوت انداختن که با خدای خودم مناجات میکنم. اگر تبعیدم بکنن، منو به سیر و سفر و سیاحت بردن. اگر منو بکشن، شهیدم کردن. کسی که ایمان نداره نمیتونه همچه تفسیری از دنیا بکند، ممکن نیست. بهشتم همراه هم هست، ایمان به خدا، امید به رحمت پروردگار، اینکه سختی ها و خوشی ها و ناخوشی ها و گرفتاری ها و بیماری ها و تمام مسائل اینا چیزی نیست. انسان بتونه از پس این ابتلا بر بیاد، خلاص همون تموم شد. بهشتم با من است، راضیم به رضایت پروردگار جل شأنه. لذا بهشت مومن در رنگ زیبا نیست، بهشت مومن در پول و مال و ثروت و جاه و مقام و شهرت و قدرت و اینا نیست. بهشت مومن در ایمانشه، در یاد خدا، در عبادت، در بندگی با الله بودن است. ابو جهل و ابو لهب و امثال اینا جزو اشراف قریش بودن، بهترین لباس ها می پوشیدن، بهترین ها می خوردن، بهترین مراکب داشتن، سوار می شدن، مقام، قدر، منزلت تو جامعه شرکالود و شرکامیز اون دوره مکه داشتن. اما بلال حبشی سیاه چهره بود، عمار، یاسر، سمیه، فقیر، مستضعف، شکنجه می دیدن، زیر شکنجه سمیه و یاسر به شهادت رسیدن. اما چه شد سرانجام و معال و سرانجام مشخص می شود که مثبت کجاست و منفی کجاست، خیر کجاست و شر کجاست. نام نیک از که موند و ناببد برا کی؟ و در فردای قیامت برد و پیروزی و فوز و رستگاری با کی هست؟ کل نفس ذائقة الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. فوز اینه، فلاح و رستگاری اینه. همه میمیرید، انس و جن، کافر و مؤمن، همه مرگو میچشید و اجر و پاداشتون در فردای قیامت. اجر و پاداش بر مبنای چیه؟ بر مبنای رنگ، بر مبنای لباس، بر مبنای قدر و جاه و زور و قدرته که بگم خب حالا خداوند به من نداده، بر من چه بکنم؟ بر مبنای تقواست. تقوا هم تو دله. این معیار دینیه. پس دنیا دنیای ابتلاست و دنیای امتحان و آزمایش است. هر انسان مؤمن و مسلمان میتواند
با ایمان خودش، با تقوای خودش همه زندگی رو برای خودش مثبت بکنه و انسان اگر با خدا نباشه تمام زندگی و منفی است. الحكمة ضالة المؤمن. بسؤالي جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده در تماس تلفنی پرسیدن که بعد از نخواندن نماز تراویح آیا جایز است که نفل بخوانیم یا نه؟ در مورد نماز تراویح از نظر شرعی وقتش بعد از نماز عشا هست تا قبل از طلوع فجر، یعنی قبل از اذان فجر و اذان صبح که داده می شود، این وقت نماز تراویح هست. هر وقتی که شما بخوانید این اشکال شرعی ندارد، جایز هست. بعد از نماز خفتن اگر شروع بکنید، بعد از نماز عشا اگر تراویح رو بخونید هم خوب هست. اگر تراویح رو به تأخیر بیاندازید قبل از سحر نماز تراویح بخوانید، باز هم از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی نداره. در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که مردم با جماعت نماز میخوندن در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یک جمله فرمودند که و این بود که والذی ینامون خیر من الذی یقومون، زیرا که بعد از نماز عشا نماز تراویح رو میخوندند و بعدا میرفتند استراحت میکردند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمودند که این وقتی که میخوابند بهتر از اون وقتی هست که الان قیام میکنند، یعنی بهتر این بود که نماز تراویح به تأخیر انداخته بشود و سنت در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هم این گونه بود. چند شبی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدن نماز تراویح یا نماز قیام خوندند، یعنی متصل بعد از نماز تراویح نبود بلکه یک مقدار فاصله بود. اما به اتفاق تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت بعد از نماز عشا و نماز خفتن وقت نماز تراویح و وقت نماز قیام هست، زیرا که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت مطلق اومده من قام رمضان ایمانا و احتسابا که بحث قیام هست و وقت دقیقا مشخص نشده. اگر کسی بعد از نماز تراویح دوباره خواست که نفل دیگری بخواند، باز هم در حکم همان نماز تراویح هست، باز هم نماز قیام شمرده می شود. نماز تراویح تمام شده رفته خانهش، دوباره میخواد که نماز دیگر بخواند، از نظر شرعی هیچ گونه اشکال ندارد و جایز هست و این نماز هم حکمش همون حکم نماز قیام هست. جزاکم الله خیر. روزه ششه شوال گفتن چه حکمی دارن؟ اینم یکی از روزه های سنت هست که بعد از شوال مانند روزه های دوشنبه و پنجشنبه و ایام بیز و روز عرفه و روز عاشورا که رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه می گرفتن، من جمله همین 6 روزه از ماه شوال هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق و ترغیب فرمودند، در روایت صحیح مسلم آمده که من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدهر. اگر کسی رمضان رو روزه بگیرد و بعد از رمضان یعنی شوال 6 روز دیگر رو روزه بگیرد، گویا که کل سال روزه گرفته. این فضیلتی داره که ثواب این 6 روز به اضافه ثواب ماه مبارک رمضان مساوی هست با روزه گرفتن تمام سال و یک فضیلتی هست و این روزه گرفتن سنت هست و می توانند بلا فاصله بعد از روز عید باشه، یعنی روز عید روزه نگیرند، اول شوال رو بعد از آن می توانند روزه بگیرند. پی در روزه گرفتنش هم جایز هست و بهتر
بهتر و اولاتر هست که زودتر تمام بشه. اگر کسی وسط فاصله به اندازه یک روز در میان روزه بگیره یا تا آخر ماه شوال روزه بگیره هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و جایز هست و بر این سنت عمل می شود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی از تاجیکستان خواستن که حکم کندن ابرو یا قاش را بفهمن که چه حکمی داره. در مورد گرفتن ابرو روایات از رسول الله صلی الله علیه و سلم صحیح و صریح است که رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی را که ابروی خودش را شکل میدهد و خط میگیرد رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین فردی را نفرین کردند. پس بنابراین و در اصطلاح فقهی هم وقتی که در یک موردی از رسول الله صلی الله علیه وسلم وعیدی وارد شده باشد، تهدید یا نفرین وارد شده باشد، این وعید و تهدید یا نفرین رسول الله صلی الله علیه وسلم یا مجازات شرعی یا عذاب اخروی که بر یک عملی مترتب بشود این دلیل بر کبیره بودن اون گناه است. از بنابراین چون که برای گرفتن ابرو از رسول الله صلی الله علیه وسلم نفرین اومده لعن الله الواصله والمستوشمه والناشمه والمستوشمه، این دلالت بر گناه بودن و کبیر بودن این گناه دارد. منتها در این زمینه استثناءاتی وجود داره. اگر یک کسی ابرویش بیش از اندازه پهن هست، بیش از اندازه پهن است، یعنی طبیعی نیست و هر کسی ببیند میداند که این طبیعی نیست، اون میتواند از نظر شرعی آن را به حد طبیعی در بیاورد، ابرویش را به حد طبیعی در بیاورد. این از نظر شرعی اشکال ندارد. اما اینکه دنبال مد باشد، ابرویش را بتراشد یا اینکه دو طرفش را بگیرد و یک شکل و مدل خاصی به اون بدهد، این از نظر شرعی ناجایز هست. و همچنین رنگ کردن ابرو یا بی رنگ کردنش، دکلور کردنش از نظر شرعی اشکال نداره، جایز هست، در حکم گرفتن ابرو نیست. و در وسط دو تا ابرو، مویی که در وسط دو تا ابرو بالای بینی هست، از نظر شرعی این جزء ابرو شمرده نمی شود، گرفتنش بازم از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز هست. آن چیزی که حرام هست گرفتن موی ابرو هست به خاطر شکل دادن و مدل کردنش. اما اگر غیر طبیعی باشد یا یک فردی قبلا فرض بکنیم که ابروی خودشون رو میتراشیده، الان بیش از حد رشد کرده و دوربر صورتش رو و پیشانیش گرفته باشد، میتواند که در حد طبیعی مرتبش بکنه. اما در غیر این صورت گرفتن ابرو جایز نیست. جزاکم الله خیر. بیان بعدی گفتن که موقعی که نماز میخوانند آیا باید نیت رو به صورت کامل بگویند که گفتن الله اکبر رو کامل بگویند یا اینکه فقط الله اکبر کافی است؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد نماز فرمودند که تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. آغاز نماز تکبیر گفتن هست و پایان نماز سلام گفتن هست. التکبیر و تسلیم هست. و رسول الله صلی الله حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگوید که کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یبدأ الصلاة بالتکبیر والقراءة بالحمد لله رب العالمین. یعنی نماز را با تکبیر شروع میکردن، قبل از تکبیر چیزی رو رسول الله صلی الله علیه وسلم نمیگفتند. و در هیچ موردی از موارد عبادی ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه و سلم نیت را با صدای بلند گفته باشند. نیت کردن از نظر شرعی کار دل هست، یعنی تصمیم قلبی که شما دارید، تلفظ نیت بر زبان لازم نیست. و حتی بسیار از علما معتقد هستند که این بدعت هست، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم چون این عملی رو انجام نداده. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از نماز نمیفرمودند که نویت ان اصلی مثلا صلات الظهر یا 4 رکعات، یا به زبان فارسی که اینو ترجمه کردن، چون این چیزی نه لازم هست، نه واجبه، نه سنت و نه مندوب و مستحب هم در واقع نیست. و حتی برخی از علما گفتن این بدعت هست. همین که شما میدونید که الان وقت نماز ظهر است، شما بلند شدید رفتید مسجد برای نماز ظهر و پشت سر امام ایستادید و گفتید الله اکبر، یعنی این که شما نیت کردید و نمازتون کاملا درسته. لازم نیست که شما یک جمله رو بر زبان بیاورید. این که نیت کردم که بخوانم 4 رکعت مثلا نماز عصر را پشت سر امام حاضر رو به قبله، اینا تمام چیزهایی است که از روی جهل و نادانی در واقع در میان مردم انتشار پیدا کرده. اصل نیت قلبی هست و فقط وقتی که سر جا نماز ایستادید، در سر صف نماز ایستادید، همین الله اکبر بگویید کافی هست. خود همین که شما بلند شدید رفتید برای نماز، بلند شدید رفتی وضو گرفتی سر مصلی ایستادی، این یعنی این که شما نیت نماز را دارید. تلفظ نیت برای شما نه لازمه و نه واجبه، نه فرضه، حتی سنت و مستحب هم نیست، بلکه در حد بدعت هست. جزاکم الله خیر.
کسی که موقع نماز شک بکند که 4 رکعت خوانده یا 5 رکعت آیا نمازش درسته؟ شک کردن در نماز یکی از عواملی هست که سجده سهو بر انسان لازم می شود. اگر شک کرد که چند رکعت خونده، حکم از نظر شرعی این است که بر همان چیزی که یقین دارد بنا بکند. یعنی شما شک دارید بین 3 رکعت و 4 رکعت، همون کمتر را حساب بکن که یقینی هست. بین 4 رکعت و 5 رکعت شک هستید، همون کمتر در واقع شمرده می شود 4 رکعتی که یقینی هست. پنجمی دیگه به اصطلاح مشکوک هست. اون شک رو کنار بگذارید، بر یقین عمل بکنید و در آخر نماز سجده سهو دو سجده سهو رو انجام بدن و سلام بدن. درست. جزاکم الله خیر. زینت دادن مسجد آیا ثواب دارد؟ مواردی که در مسجد یعنی بیشتر جزء بنای مسجد شمرده می شود و نظافت مسجد هست، اینا از نظر شرعی مشروع است. یعنی بنای مسجد یا نظافت مسجد. اما چیزهایی که به عنوان رنگ و روغن هست و چه بسا که مانع از خشوع و خضوع مردم بشه و متاسفانه مانند بسیاری از مساجد که به جای اینکه عبادتگاه باشند گردشگاه شدن برای مردم، این از نظر شرعی ناجایز و حرام هست. نمازخانه ها و مساجد باید اون قداست خودشون رو و اون سادگی خودشون رو باید حفظ بکنن و نباید مسجد رو در حدی ما تزیین بکنیم و آراسته بکنیم که تبدیل به یک مکان گردشگری باشه. و حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم در یک سفری هم که اومده بودن از سفر برگشتن، دیدم که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها پرده رو زده بودن در روی یک تاقچه و وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز خوندن گفتن که در نماز ذهن من روی این پارچه و نقشی که روی این هست ذهن من به این طرف رفت و گفت که اون رو بردارند. یعنی سنت این است که سعی بکنند که هرچی ساده تر باشد و مواردی که باعث عدم حضور ذهن و حضور قلب می شوند اینها رو تا جایی که ممکن هست باید از جلوی نمازگزار برداشته بشود. جزاکم الله خیر. زن تا چند اندازه میتونند موهای خود را در جلو زنهای دیگه یا محرم بیرون بکند و همچنین آیا زنها و دختران اجازه دارند وقتی به خانه‌های فامیل میروند آرایش بکنند؟ زن وقتی که جلوی محارم خودش هست، جلوی برادران خودش، جلوی پدر، عمو و دایی خودش هست، از نظر شرعی اینا محرم شمرده میشوند. لازم نیست که رو بگیرد، یعنی چهره خودش رو بپوشانند. پوشاندن چهره یا پوشاندن سر یا دست و پا از نظر شرعی اینها مشکل نیست. اگر کل سر هم برهنه باشد از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد در جلوی محارم. سر و گردن و دست و پا که معمولا در خونه برهنه هست و پوشیده نمی شود، برای محارم هم دیدن اینها از نظر شرعی جایز هست و هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارند. و آرایش کردن معمولا فلسفه آرایش و پیام آرایش در واقع یک چیزی هست مخصوص برای شوهر هست که در واقع برای شوهر باید تنظیم بکنند، نه برای اینکه بیرون بروند، برای اینکه افراد نامحرم انسان رو ببیند. و ظاهر کردن زینت برای نامحرم از نظر شرعی یک گناهی بیشتر از اون گناه بی‌حجابی هست و جایز نیست که زن تفاوتی نداره که مجرد باشد یا متأهل باشد. از نظر شرعی جایز نیست که برای افراد نامحرم وقتی که خارج از منزل خارج می شود زینت بکند. جزاکم الله خیر. اینکه چند نفر برادر مثلا با خانواده با هم در یک منزل زندگی بکنن از نظر اسلام اشکال داره؟ سر سفر اشکالی نداره که چند خانواده در یک جا زندگی بکنن، اما باید سعی بکنن تا جایی که ممکن هست حدود شرعی رو، محرم و نامحرم رو، بحث خلوت و عدم خلوت رو، اینا رو باید مراعات بکنن. از نظر شرعی جایز نیست که یک مرد نامحرم با یک زن نامحرم خلوت بکنن، یعنی تنها در یک خونه در واقع باشند. این خلوت شمرده می شود از نظر شرعی. و همچنین جایز نیست که با هم کنار هم بنشینند و خصوصا وقتی که در منزل هستند، چه بسا که در حالت آرایش باشند یا در حالتی باشند که لباس راحتی دارند. از نظر شرعی این حالت ها فقط مخصوص محارم هست و برای غیر محرم جایز نیست که زن رو ببیند یا زن با این وضعیت جلوی فردی که نامحرم هست ظاهر بشود. و زن برادر یا برادر
برادر شوهر به هیچ عنوان برای انسان در واقع محرم نیستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که در صحیح بخاری و مسلم هست فرمودند ایاکم الدخول علی النساء، و وارد نشوید بر زنها وقتی که تنها هستند، در یک مجلسی هستند، یعنی با زنها هم نشین نشوید. یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که یا رسول الله افرأیت الحمو، و خب حکم حمو چی هست؟ یعنی بستگان شوهر، برادر شوهر، برادرانش و بقیه بستگان مرد زن، اینها از نظر شرعی حکمشون چی هست؟ میتونند که زن رو ببینند یا اینکه نبینند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الحمو الموت، هم یعنی بستگان شوهر مساوی با مرگ هست. یعنی انسان در چنین موارد باید بیشتر مراعات بکنه. وقتی که زن در بیرون از خانه هست، خب یک لباس مناسب تری تنش هست و خودش مراقب دید مردم هست و اون حجب و حیاش و لباس حجابی رو حداقل دارد. اما وقتی در داخل منزل هست، عادی هست، لباس راحتی تنش هست، لباسا که عورت گاهی وقتی نمایان باشه، پس بنابراین در این چنین موارد باید انسان بیشتر مراعات بکنه. جایز هست که چند خانواده در یک خونه، در یک فضای بزرگ زندگی بکنن، اما باید این موارد رو مراعات بکنن. با هم نشستن، گفتن، خندیدن، سر سفره نشستن و غذا خوردن از نظر شرعی درست نیست. جزاکم الله خیر. اذان دادن در گوش نوزاد چه حکمی دارد؟ اذان دادن در گوش نوزاد روایتی هست از حضرت ابو رافع در سنن ترمذی که میگوید من زمانی که حضرت حسن رضی الله تعالی عنه متولد شدند، من دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در گوش ایشان اذان گفتند و امام ترمذی رحمت الله علیه این روایت رو صحیح دانستند، گرچه برخی از علما هم اشکالاتی بر سند این روایت دارند. علمایی که گفتند که اذان دادن در گوش مولود و نوزاد سنت است، استدلالشون از این حدیث است و جمهور اهل سنت و الجماعت بر مسنون بودن اذان در گوش در واقع مولود هستند. اما اقامه گفتن ثابت نیست. در مورد اقامه گفتن دو روایت هست که امام بیهقی رحمت الله علیه در شعب الایمان اینها را ذکر کرده و هر دو تا روایت در واقع ضعیف از روایت حضرت حسن که در این زمینه که اومده هر کسی که در گوش نوزادی اذان بگوید و در گوش دیگرش اقامه بگوید رفعت عنه ام الصبیان، این روایت موضوعی هست. اما روایت دیگری باز هم در شعب ایمان هست از حضرت عبدالله ابن عباس در مورد اذان که همین حدیث ابی رافع است که میگه من دیدم که در یک گوشش اذان گفت، در گوش دیگرش اقامه گفت. اما این روایت از نظر سندی ضعیف است. اقامه گفتن از نظر شرعی ثابت نیست، سنت نیست، اما اذان گفتن بنابر روایت ترمذی ثابت هست و عموم علما نظرشون بر سنت بودنش است. مثلا 3 دقیقه وقت مونده و 7 سوال داریم. چیکار؟ بله خیر. تا اندازه‌ای که برسیم دیگه. بیانده گفتن هنگام نماز خواندن همسایه آهنگ پخش میکند، حواس پرتی میگیرن، چیکار کنن؟ این موردی که در اختیار ایشون نیست، الله متعال ایشون مؤاخذه نمیکند، اما باز هم میتواند با همسایه صحبت بکند که در اوقاتی که نماز هست حداقل حق همسایگی رو مراعات بکنند، ولی اینکه فرد غیر مسلمان باشه باید حقوق همسایگی رو مراعات بکنند و مزاحمت های صوتی نباید ایجاد بکنند. جزاکم الله خیر. نماز جماعت زنانه گفتن توضیح بدید. نماز جماعت برای زنان از نظر شرعی جایز هست، هیچ اشکالی نداره و زن هم میتونه که مثل مرد جلو بیسته، یعنی مثل مرد یعنی امام جلوی صف باشه. اما اکثر علما نظرشون بر این است وقتی که نماز جماعت زنان هست زن در وسط بیسته، یعنی در وسط صف اول بیسته. اگر جلو هم بیسته در جایی که جماعت فقط زنان هستن در معرض دید مردان نیستن، هیچ اشکال و مانعی وجود نداره. آیا میشه صرفت را قبل از وقتش پرداخت کرد؟ در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و امام شافعی جایز هست که از ابتدای رمضان این فطری رو بدن، اما روایتی در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود دارد که حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه میگوید که کانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین، یک روز قبل از عید میدادن. اولاتر رو بهتر این است که 2 روز یا 1 روز قبل از عید باشه، اما نظر من این است که اگر کسی جلوتر از این هم پرداخت کرد بنابر مذهب امام ابو حنیفه و امام شافعی از اشکال شرعی نداره و جایز است. جزاکم الله خیر. آیا درست بعد از خوردن سحری تراویح خواند؟ اگر فرصت باشه بله اشکالی نداره، جزء نماز تهجد و نماز قیام هست، اما سنت این است که سحری رو آخر قرار بدن، یعنی تأخیر در سحری خوردن از نظر شرعی سنت هست. یعنی بعد گفتن که 20 میلیون پول سرمایه‌گذاری انجام دادن و چقدر زکات بدن؟
20 میلیون حد زکات نصاب هست. این هر پولی که برابر باشه با 85 گرم طلای 24 آیار به این قیمت برسه از نظر شرعی و یک سال کامل بر آن گذشته باشد زکات دارد و زکاتش 2.5% هست. زکات طلا و نقره و پول نقد 2.5% هست و همچنین اموال تجاری 2.5% هست، یعنی 41 از کل مال قیمت 20 میلیون رو 2.5 میلیونش رو پرداخت بکنند. بیننده برای گفتن ختم قرآن میگیرن و هر جزئی که تمام کردن دعا میخوانن آمین میگن. اینو مناسب نیست که این جزء عادت ها باشه که همیشه تا وقتی قرآن خوندن مردم منتظر باشن حتما دعا بکنید، چون این چیزی لازم نیست و اگر التزام بگیرند اینو جزء بدعت ها شمرده میشود. اما در اصل جواز هست، یعنی جایز هست که بعد از نماز یا بعد از عبادتی دعا بخونند، اما این که جزء عادت ها باشه و اینو سنت بدونند یا لازم باشه حتما دعا بکنند، این جزء موارد ممنوع شمرده میشه. یعنی برای خود بیننده گفتن که در منطقهش همه شافعی مذهب هستن و خودش ملتزم نیست به مذهب، آیا اجازه داره طبق مذهب شافعی؟ بله، برای فقیه جایز از نظر شرعی وقتی که میدونه سائل نظرش بر یک مذهب خاص هست و از یک مذهب خاصی اتباع میکند و نظر فلان امام رو میخواد، برای مفتی جایز هست که نظر فلان امام رو برایش معرفی بکند که مذهب امام ابو حنیفه این از مذهب امام شافعی این از اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد. جزاکم الله خیر، خسته نباشین. از بینندگان از این تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسؤالي جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك